أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعای قنوت در ویتر خوانده می شود که همان دعایی که از صحابگان وارد شده است. باید مسلمان این دعا را حفظ بکند. حدیثی که وارد شده است از حسن ابن علی رضی الله عنه که شماره حدیث در کتاب سنن ابو داود 1425 می باشد و در کتاب ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه و سنن دارمی نیز روایت شده است، آورده شده است. حسن ابن علی رضی الله عنه خلیفه مسلمانان، ببینید این نبیره پیامبر مایه فخر بزرگواری ایشان چگونه است. وقتی که مسلمانان به دو صف جدا شدند، نزدیک بود که این دو صف با هم در هم و بر هم شود. نزدیک بود که خون مسلمانان بسیار ریزد. به خاطر منصب بود، اما حسن ابن علی رضی الله عنه از خلافت دست کشیدند. همین طور مسلمان حقیقی شهرت پرست و منصب دوست نمی شود. به خاطر خون مسلمان نریختن، از منصب تنازل کردند. مسلمانان متحد گشتند. برای من پیامبر در حدیث میگن که حسن و حسین راهبرهای جوانهای بهشتند. حسن ابن علی این دعا را بر ما میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم دادند. بیایید این دعا را میبینیم و از این پس این دعا را حفظ میکنیم و در نمازهای ویتر که اللهم اینا نستعینک و نستغفرک میگوییم و دیگر حد دعا را نیز حسن ابن علی روایت کردن آوردن که پیامبر میگن که حسن میگن که بر من پیامبر علمنی رسول الله این دعا را تعلیم دادند. رسول الله کلمات اقولهن فی الوتر فی القنوت. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر من چند کلمه تعلیم دادن که من این را در ویتر واجب در قنوت میخوانم. البته وقتی که انسان سوم رکعت را میخواند، رکوع میکند و سپس سرش را میبردارد از رکوع، سمی الله لمن حمیده میگوید، میتواند دستانش را بردارد، دعا بکند. پیامبر میگویند تعلیم دادن که به حسن ابن علی گفتن اللهم اهدینی فی من هدیت. پروردگارا تو مرا در صفحایی که در هدایتت گرفتی، مرا در آن صفحا همیشه ثابت بدار. اللهم اهدینی فی من هدیت و عافینی فی من عافیت. و مرا در صفحایی که در امن و آسودگی، در امن و امانی داشته ای، مرا در آنها ثابت و استوار بدار. و تولنی فی من تولیت. پروردگار و شخصایی که ولی گرفته ای و سرپرستی آنها و حمایه آنها را تو به کفالتت گرفته ای، مرا نیز در آن صفحه ثابت فرما. و بارک لی فی ما اعطیت. و آنچه که بر من دادی، رزق و علم و امن و سلامتی و صحتی و همه به این بر من آنچه که دادی برکت فرما. و قینی شر ما قضیت. و آنچه که از سرنوشتم به بدی ها را مقدر کردی، مرا از آن بدی ها نگه دار. انک تقضی ولا یقضى علیک.
تو بر بالای ما فرمان روایی میکنی. تو سزاواری فرمان هستی و کسی بر ما فرمان روایی کرده نمیتواند. حکم تو بر بالای ما جاری است. انه لا یذل من والید. هر کسی رو که تو سرپرستی آنها رو گرفته حمایه کردی، کسی او را خار کرده نمیتواند. از دعا بکنیم که ما را الله در هدایت بگیرد، در سرپرستی حمایهش بگیرد. کسی ما را خار کرده نمیتواند. تبارکت ربنا و تعالیت. تو ذاتی با برکت هستی. قانونت و پیامبرت، همه این عملهایت و همه تمام امور اداره امور زمین آسمانت با برکت است. و تعالیت. تو ذاتی بالا مرتبه و منزلت، ذاتی با برکت و بلند مرتبه هستی. تعالیت. برای این باید ما این دعا را حفظ بکنیم. در نمازهای ویترمون بگوییم این دعا را یک بار تکرار میکنیم. اللهم اهدینی فی من هدیت و عافینی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت و قینی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت تبارکت ربنا و تعالیت. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.